سلام دوستان، آموزش تکنیک دبل ماسک. ما بعد از اینکه کار اتو کشیمون تموم شد، بعد مشتری رو توی سرشور میبریم و این تکنیک رو اجرا میکنیم. با من همراه باشید. موی مشتری رو میشوریم و مواد رو کاملا از موی مشتری خارج میکنیم. عنکبوتی رو روی موهای مشتری میزنیم و به مدت 20 دقیقه تایم مکس میدیم. خوبه. 20 دقیقه مکس ماسک از روی موهای مشتری میشوریم. حالا ماسک شماره 3 رو به موی مشتری میزنیم و ماساژ میدیم. دقت کنید که این زیر موهاشون صاف باشه. خب دوستان، بعد از 10 دقیقه موی مشتری رو میشوریم و ماسک رو از روی مو خارج میکنیم. به این تکنیک میگن تکنیک دبل ماسک.